سلام. تا حالا از خودت پرسیدی کاری که الان انجام میدی واقعا میتونه تو رو به اون سطح از ثروتی که دلت میخواد برسونه؟ یا فقط چون عادت کردی همونو هر روز تکرار میکنی بدون اینکه بدونی انتهای این مسیر کجاست؟ واقعیت ساده است. هر جاده‌ای یه مقصد داره، اما فقط بعضی مسیرهای شغلی به آزادی مالی ختم میشن. بعضیا فکر میکنن کار کردن یعنی حرکت به سمت ثروت، ولی نه، همیشه اینطور نیست. مسیر پولسازی مشخصات خودش رو داره. دیدگاه متفاوت میخواد، تمایز میخواد و یه باور قوی. بذار یه چیزی رو بهت رو راست بگم. اگه تو الان توی شغل ثابت بدون امکانات رشد و با حقوق مشخص هستی، در واقع داری هر ماه از رویایی به نام آزادی مالی دورتر میشی. آره، داریم در مورد کارمندی حرف میزنیم. همون شغلی که به خاطر بیمش و البته حاشیه امنش خیلیا رو عاشق خودش کرده، ولی از نظر اکثر آدم‌های موفق و حتی اساتید بزرگ حوزه رشد فردی، کارمندی و در واقع کار کردن برای شخص دیگر سرابی است که ما رو به طی مسیر تشویق میکنه و چیزی که انتهای مسیر هست قطعاً ثروت نیست. تا حالا دقت کردی که یک کارمند معمولی در طول 365 روز سال فقط 12 بار پول به حسابش میاد؟ اون هم با یه مبلغ تکراری، تازه بدون آزادی زمانی، بدون کنترل روی درآمدش و بدون رشد نمایی. شاید فقط همین قسمت از ماجرا یه تلنگر باشه برای خیلیا. البته برای دسته دومی که جزو اکثریت هستن و همیشه دنبال یه محیط امن، کارمندی بهترین شغل دنیاست. بخوایم با خودمون رو راست‌تر باشیم، این موضوع نه فقط برای کارمندی بلکه برای خیلی از مشاغل صدق میکنه. موضوع اینه که اول باید از خودت بپرسی که از این دنیا چقدر ثروت میخوای. خب، حالا آیا میزان درآمد دلخواهت با کاری که داری میکنی و درآمدی که از اون کار داری به دست میاری همخوانی داره؟ همینجا جواب خیلی از ابهاماتت روشن میشه. پس بی دلیل از زمین و زمان گله و شکایت نکن وقتی شرایط و مقدمات ثروتمند شدن رو در خودت خلق نکردی. مسئله‌ای که باعث میشه خیلی از ماها از اهداف مالیمون فرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم، عدم شناخت کامل از خودمونه. یعنی چی؟ فرهاد یکی از دوستای صمیمی من یه راننده تاکسی بود. سالهای سال از این راه زندگی خودش و خانواده‌اش رو میچرخوند. چون خودآموز شنا بلد بود، یه روز به پیشنهاد یه دوست مشترک تو دوره تخصصی مربیگری شنا و نجات غریق شرکت کرد. بعد از اون دوره فرهاد فهمید که چه استعدادی تو زمینه شنا داره و خب ته داستان این که فرهاد الان یه مربی شنایی حرفه‌ای شده که با مجموعه‌های ورزشی آبی همکاری میکنه، کلاس‌های خصوصی خودش رو داره و حتی فروشگاه آنلاین محصولات ورزشی هم افتتاح کرده و خب ناگفته پیداست که هر روز به رقم مالی دلخواهش داره نزدیک و نزدیکتر میشه. حالا شاید بگی من میتونم یه بیزینس کنار کار کارمندی خودم را بندازم. درسته، خیلی این فکر رو میکنن، ولی چند نفر واقعا موفق شدن و اصلاً با اون سبک زندگی چقدر فرصت زندگی کردن واقعی باقی میمونه؟ شاید وقتش واقع بین باشی. آیا تا حالا روی خودت سرمایه‌گذاری واقعی کردی؟ یه مهارت خاص، یه توانایی منحصر به فرد، یه تمایز رقابتی، یا فقط داری همون کاری رو میکنی که بقیه میکنن و همون درآمدی رو میگیری که بقیه میگیرن؟ بریم سراغ یه تمرین ساده. یه برگ کاغذ بردار و به 3 قسمت تقسیمش کن. ستون اول مهارتات، ستون دوم نمره واقعیت از 1 تا 100. در واقع این نمره میزان توانایی تو اون مهارته. ستون سوم
پتانسیل درآمدزایی هر مهارت در بازار میتونه از خیلی کم تا خیلی عالی متغیر باشه. حالا کدوم مهارت تو این لیست نمره بالاتری داره و بازار درآمدی خوبی میتونه داشته باشه؟ روی همون تمرکز کن. آموزش ببین، تمرین کن، حرفه‌ای شو و هرگز از هزینه کردن برای آموزشی که قرار تو رو ارتقا بده فرار نکن. از این هزینه ها استقبال کن که قطعاً چیزی جز سرمایه گذاری برای آینده نیست. یادت باشه تا وقتی کاری که میکنی رو همه بلدن، تو هم همون پولی رو میگیری که همه میگیرن. به این جمله خوب فکر کن. درآمد تو رو میزان هزینه حذف تو برای سازمان مشخص میکنه. یعنی اگه حذف تو از سازمان اتفاق خاصی رو در اون سازمان باعث نشه، پس با تمام احترام شما یک کارمند معمولی هستید با یک درآمد معمولی. اما اگه بتونی یه تمایز واقعی ایجاد کنی، کاری که فقط تو بتونی انجامش بدی، اون وقتی که بازار دست توه، نه تو متأثر از بازار. ثروت نتیجه تمایزه، نه تکرار. نتیجه حضوریه که حذف شدنش سخته. تو باید کسی باشی که نبودت یه جای کار رو لنگ میذاره. حالا اگه آماده ای برای شروع تغییر، به این فکر کن که چه مهارتی داری که اگه روش وقت بذاری میتونه واقعا تو رو از امروزت جدا کنه و به فردایی برسونه که لیاقتش رو داری. مطمئن باش که جریان ثروت دقیقاً از همین نقطه شروع میشه. داستان همه آدم‌های ثروتمند اثبات این قضیه است. بدون شک حداقل داستان زندگی 2 یا 3 نفر از این آدم‌های موفق رو جایی خوندی یا شنیدی. وجه مشترک داستان این آدم‌ها میدونید چیه؟ چیزی که شاید از دور سخت و ناممکن به نظر بیاد، یه روزی، یه جایی، یه کسی اونو محققش کرده. پس تو هم میتونی با بکارگیری فرمول موفقیت آدم‌های ثروتمند قدم تو این مسیر لذت بخش بذاری. تو کامنت ها برام بنویس. خودت رو معرفی کن به آینده. اگه قرار تغییری اتفاق بیفته، دقیقاً الان وقتشه. از اون تغییری که تصمیم گرفتی اتفاق بیفته برامون بگو. یادت باشه رویا داشتن رایگانه. این تلاشه که قیمت داره و بهای موفقیت قطعاً همینه.